بازار روان استی که نیت کردم میره اون طرفی بازار، ها گفته خو یک نفر از پیشت سوال میکنه کدام طرف روان استی، در جواب میگی والا نیت دارم تا بازار برم. چی دارم؟ ولی تو خود خانه نگفتی که نیت کردم میره اون طرفی بازار. چطور دروغ میگی خیر که میگی نیت دارم؟ ها؟ به خاطری که قصد داری، قصد نیت میگه. آلی وقتی که نیت در دل تعلق گرفت کل اشکالات ما حل شد. مالی سجده تلاوت میتونیم، چرا؟ نیت شهادت دارم. کمی آیت خوندم، وقتی که طرفی سجده میرم کدام سجده است؟ چرا قصد کردی در دل یا نه؟ بس خلاص. من جنازه را میخوانم به خاطر چی الله اکبر میگی؟ به خاطر بالای میت. خاص نیت است. وضو میکنی، چرا وضو میکنی؟ ها؟ به خاطر که نمازم روا شه، به خاطر نماز روا، اینمی نیت است. پس شوی خیستی به خاطر چی خیستی؟ که روزه بگرفتم، بس نیت خلاص شد دیگه. حالی کدام مشکل باقی مانده؟ امت در تکلیف و عرج مردم انداخته. شما میپذیری این گپاره که مردم در تکلیف هم افتاده، نیت در زبان ضروری میدانه و در یک حدیث پیغمبر نه زبانی آمده نه فعلی، صحابی نکرده، تابعی نکرده، پیغمبر نگفته، چرا توی بدعت کرده رستی؟ و محمد رسول الله چی میگه صلی الله علیه وسلم؟ من احدثه، هر کسی که پیدا کرد، هر کسی که پیدا کرد، ملا بود، پیر بود، فقیر بود، ملنگ بود، هر کس کی بود، فی امرنا در دین ما هازا که نمی دین است که در دین ما امی گپ وجود نداره و تو دیش اضافه کرده میگی ما لیس منه که از دین ما نیست فهو چی است؟ رد مردود است. در دین ما نیت به زبان نبوده و تو اضافه کردی، مستحب میدانیشه. در دین زاید کرد یا نه؟ چرا مستحب کرد؟ چه قابل ثواب دانیست، جزء دین دانیست. اینی را به نام چی یاد میکنه؟ بگه چی یاد میکنه؟ بدعت. او بدعت پیغمبر چی میگه؟ کل بدعت و کل ضلالت فی النار.